میا حوصله‌ام سر رفته است. بیا بزاییم، یعنی چیز بچه دار شویم. خب بشو، به من چه؟ آخر تنهایی که توانش را ندارم یک شاهزاده به دنیا بیاورم. اوهوی خانوم، اوهوی آقا، بودو بیا. فریبرز باز شاسمخ شدی؟ آقا برای چی باید بیاد آخه؟ ما نوار بهداشتی میفروشیم، چه ربطی به آقا داره؟ اوهوی آقا کاجدون ببخشی. اوهوی آقا اینوری نیا. اوهوی آقا اینوری نیا. دیوز خب برعکس چرا میگی؟ خانوم بدو بیا، نوار بهداشتی با نصب رایگان. بدو بیا. جون این خوشگله الان میاد براش رایگان نصب میکنم. مسعود نفهم شدی؟ بازم توی این شرایط خانوما هم ازشون دست بر نمیداری؟ بی تربیت. 100 بار گفتم چه غریبه، چه توی خونه خواهری مادری توی ماه یه هفته دوران قاعدگیه، چون آهن از دست میدن یکم روی رفتارشون تاثیر میذاره. پس تو این هفته تو نه همتون آدم باشید و درک کنید، اذیت نکنید. باشه بابا مشکلی نیست. چی کار میکنید؟ جمع کنید بابا. ما که کار اشتباهی نکردیم. خب دیوز اون نوار بهداشتی باشه، نصب رایگانش چی میگه؟ خب هرکی دوست نداره نیاد، مجبور کردیم مگه؟ منطقی بود. پس لطفا یکم واسه من نصب کن. جان تو که مردی. مردا هم پریود میشن، ولی دیگه این به دردت نمیخوره. وای چه خوب، منم لازم دارم. مسعود نصب میکنه بیام برام نصب کنه؟ خدایا مرسی. آره من نصب میکنم، بفرمایید. برو بابا سوگن خانم، شما دست نداری مگه؟ خودت برو نصب کن. ولی من دوست داشتم مسعود نصب کنه برام. خره به تو چه ربطی داره؟ خودش راضی، من راضی، گوره بابا این ناراضی. خفه شو، تو به عنوان یه جوون نباید از زندگی لذت ببری. چی میگی تو؟ دیر اومدی نخوا، زود برو. ای من ریدم دهن این زندگی. آقا لطفا یه دونه سنگین برام بریز به حساب مسعود. مسعود کیه؟ شما کارت نباشه، خودش بعدا میاد حساب میکنه. حساب اسب نژاد با من. اه کوروشه، کوروشه. شیر خر. خب کوروش هم دیگه. خرم نه چه ربطی به من که نگفته جواب بدم اصلا. چرا اینجایی داداش؟ چی شده؟ من با میا دعوایمان شد، آمدم اینجا. چرا؟ داستانش طولانی است. یک شب ما تصمیم گرفتیم که بچه دار شویم. میا حوصله‌ام سر رفته است. بیا بزاییم، یعنی چیز بچه دار شویم. خب بشو، به من چه؟ آخر تنهایی که توانش را ندارم یک شاهزاده به دنیا بیاورم که گیسوانش همچو یال اسب باشد، دستانش همچو پنجه شیر و پاهایش همچون غزال تیز پا. اسکل شدی؟ میخوای حیوان به دنیا بیاری؟ آن چیز نه، مثال زدم. بابا بیا دیگه، چوس نکن دیگه. ناموسن اگر تو نیایی من فوقش بتوانم یه ایرج ملکی به دنیا بیاورم. بیا دیگه، نخوام از شاهزاده میخوام. خلاصه میدونم فیلم ترکیه، ولی فرداش به دنیا آمد. رمز زدین یه شبه در اومده. تو ماینکرافت هم 2 روز طول میکشه، اینجا چطوری یه شبه به دنیا آوردین؟ خب من خلاصه کردم دیگه. خب باشه بذار کامل بگم. کوروش، من دلم کیک سنگی که تو هری پاتره میخواد. آخر حال از کجا برایت در بیاورم؟ به جایش برایت پای مار بوهای هندی را از بلغارستان آوردم. بخور بچه‌مون جون بگیره، قربونش برم. این رسم دو تراکیای کوروشتوپیاست. خب باید قلب این خر را بخوری تا ما بفهمیم این بچه در آینده پادشاه میشود یا نمیشود. وای این چیه؟ من این قلبو نمیخورم. راخ گم شو بابا، من اینو نمیخورم. اینجا شروع تنش بین من و میا بود تا اینکه بچه به دنیا اومد. وای شاهزاده بابا، اسمت را میگذارم نهمت. نه اسمشو میذاریم پوریا پورسرخ. نه من نمیگذارم، باید حرف من باشد. نه بچه های عزیز، امروز براتون یه آنباکسینگ جدید آوردیم. وای حتی حدسم نمیتونید بزنید. همه نوشتن آنباکس بچه، از کجا فهمیدن؟ خب توی تامنی بودش دیگه. الان بازش میکنم. نه کوروش، این بچه‌مونه، نباید این کارو کنی. راست میگویی. نهمت بابا. نه این پورسرخ مامانه. خب چالش سعی کن نخندی میذاریم، هر کی برد اسم بچه رو اون انتخاب میکنه. خب اسم بچه رو یه چیزی میذاشتید که هر دوتاتون راضی باشی. اتفاقا اسمشو گذاشتیم نهمت پورسرخ زرندوز. خب اسمشو میذاشتیم موریس. چه نیکو گفتی.
در آن لحظه یاد ما نبود. میا، من نمیگذارم تو بهش شیر بدهی. این بچه منه، خودم باید بهش شیر بدم. نه، بچه من باید شیر گوهر خیراندیش را بخوره. نه، چرا آخه؟ خودت ببین چه جایگاه بزرگی برای شیر دادن دارد. لامصب شیردونه. منم میتوانم به نهمت بابا کمک کنم تا بتواند زودتر شیر بانو را بخورد. نه، نمیذارم. حداقل بگذار شیر بانو شهر سولتی را بخورد. چرا شیر اونو بخوره؟ خواننده بشه؟ نه، چون شیر توت فرنگی میدهد. ها؟ چرا؟ چطوری؟ از کجا میدونی؟ چون سولتی است شاید شیر توت فرنگی بدهد. نه، چرا خودت بهش شیر نمیدی؟ من فقط جایگاهش را دارم. من پولش را ندادم، شیرش قطع شده. پس اینجوری شد دعوا کردی؟ نه، آخرین بار سر تربیتش بود. بیا پسرم، تو باید بوکس کار کنی و از درس و مشق دوری کنی و فقط گیم بازی کنی. نه، اون باید تو این سن 10 بار کتاب هری پاتر رو بخونه. نه، اون زود باید زن بگیره تا به پادشاهی برسه. اما اون هنوز دهنش بوی شیر میده. دلیل نمیگردد. اون هنوز شیر میخوره. خب زن که بگیرد باز هم میتواند شیر بخورد. خب اون هنوز نمیتونه حرفم بزنه. منطقی بود. بچه تو مشکل دارد. آیا از کوتاهی بچه خود رنج میبرید؟ با قرص‌های تقویت جسمی کاظم سکدست بچه شما روزی 1 متر قد میکشد. خداییش تو انیمیشن هم دیگه قفل ناموسن. گم شو. آها، پس اینطوریه. عیبی نداره، درست میشه. ببین کوروش، تو هم مثل من یاد بگیر بزرگواری رو. من سر یه مسئله خیلی کوچیک با بچه ها بحثم شد، قهر کردم اومدم اینجا. الانم بهم زنگ زدن مثل سگ پشیمونن، میگم برگرد. با این که میدونی من اصلا با اونا کاری نداشتم. عجب اشتباهی کردیم با خره دعوا کردیم و کلیدا رو برداشته برده یخ زدیم. آره سلده. ولی اینجوری نباید بشه. من بچه‌مو از میالند پس میگیرم. خب رفقا، هر کی کامنت انگلیسی بذاره جوابشو میدم و نتیجه اخلاقی این قسمت. نتیجه اخلاقی رو شما بگید این دفعه. فعلا خدا حافظ. هزاران سال بعد بشر با دشمن جدیدی روبرو شد. اولین چیزی که پرسید وضعیت عشقش بود.